خانم دکتر نیلا زجاجی، مربی، بازیگر و خوشحالیم که همراهت هستیم در رادیو قاصدک. خوش آمدی و خوشحالم که این رو اعلام بکنم برای همه شنوندگان خوبی که از سراسر دنیا همراه ما هستن که از این به بعد بیشتر صدای قشنگ شما رو میشنویم و استفاده میکنیم ازتون. خیلی ممنون خانم سروش. درود بر شما و همه شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش میدن. باعث افتخارمه و خیلی شوق و ذوق دارم که دارم این برنامه رو باهاتون اجرا میکنم. یه کمی از خودت بگو، چون وقتی که آدم از خودش میگه بیشتر باهاش آشنا میشن و ارتباط برقرار میکنن. همجوری که من دوست دارم و این حس رو دارم، میدونم که شنوندگان عزیز هم همین احساس رو پیدا خواهند کرد وقتی بیشتر باهات آشنا بشن. شما لطف دارین، مرسی. از کدوم قسمتش بگم؟ از محل زندگی بگم، از درسام بگم، از کارهایی که میکنم بگم؟ بگین از کجا شروع بکنم؟ از خوشحالیا شروع کن. از خوشحالیا و کارهایی که الان داری انجام میدی و میدونم که پزشکی تو گرفتی و بعد اومدی به سراغ مربی بودن و بازیگر. اصلا بازیگر شدن اینا خب خیلی این میان رشته ها به هم ارتباط داره. بله. ولی خب قبلا مثلا مردم اینو نمیدونستن. بله. میگفتن نه، اگر میخوای یه رشته‌ای بری فقط پزشک باش، فقط بله. بازیگر باش. ولی الان تغییر کرده نظرات. اینه که آدم ها هرچه که به اصطلاح رشته‌های مختلفی رو یاد بگیرن، بله. ذوق و شوقشون و شغلشون در کنار هم قرار بگیره، نتیجه بهتری داره. حالا تجربه خودتو در این موارد بگو. من کشور امارات پزشکی خوندم، فارغ التحصیل شدم، یه سال انترن بودم، بعد اومدم آمریکا و مستر بازیگری گرفتم. در عین حالم خیلی همیشه روانشناسی دوست داشتم، کلاس‌های مختلف روانشناسی برداشتم، کلاس‌های مختلف بازیگری و نویسندگی برداشتم و همه اینا رو با هم دیگه ادغام بکنیم من میتونم بگم چیزی که خیلی به من شوق و ذوق میده بازیگری، روانشناسی و نوشتنه. این سه تا هسته اصلیه که به من کیف میده. حالا توی پزشکی هم باز قسمت روان پزشکی خیلی برام بیشتر شوق و ذوق داشت، برای اینکه با روان مریضا کار میکردیم و سر و کار داشتیم، کیسای خیلی هیجان انگیز داشتیم، به خصوص که یک کشور عربی بود، شهری که من درس میخوندم شهر کوچیک عربی بود و کیسای خیلی جالبی بود و خیلی اصلا یکی از جاهایی که من همیشه دوست داشتم برم توی قسمت روان پزشکی بود. و در عین حالم همیشه کار بازیگری رو میکردم. یعنی من دانشگاه پزشکی هم بودم، یک تئاتر درست کردم، بردم فستیوال شارجه 3 جایزه گرفتم. در همین این کارم همیشه عاشقش بودم و بعد دیگه اومدم اینجا، رفتم دنبال اون چیزی که همیشه در درونم قلقل میکرد و دوستش داشتم که بازیگری بود. و بعد در این حال کلاسای روانشناسی رفتم، برای حدود فکر میکنم 10 سال با روانشناس کار کردم، با آدما سر و کار داشتم و اینا رو با هم ادغام کردم. حالا با آدما میتونم کار بکنم و بهشون درس بدم که میگین مربی از نظر بازیگری و روانشناسی یعنی چی. یعنی شما میایین سراغ من، به من میگین من میخوام من برنامه رادیویی بذارم، اصلا نمیتونم شروع بکنم، از صدای خودم خوشم نمیاد، اصلا نمیدونم چی بگم، ا رو به ب نمیتونم وصل بکنم، ذهنم یهو خالی میشه یا اصلا همه چی مینویسم ولی اونجوری که دلم میخواد هیجان انگیز نیست، اونجوری که دلم میخواد تاثیرگذار نیست. خب من بهت میگم بیا ما فعلا یه سری چیزا رو توی تو درست بکنیم، اصلا ببینیم اون چیزی که تو رو به وجد میاره چیه، اون چیزی که توش خیلی خوبی چیه، اون چیزی که یه ذره ضعف داری چیه، اینا رو با هم دیگه کار بکنیم، درست بکنیم، بعد بذاریم جلوی رادیو، بعد حتی بذاریم جلوی تلویزیون، بعد حتی بذاریم روی استیج بتونی صحبت بکنی، سخنرانی‌های بیشتر داشته باشی. چقدر حرفات هیجان انگیز شده. بریم و برگردیم همراه باشیم با خانم دکتر نیلا زجاجی عزیزمون و بیشتر در مورد کوچینگ و مربیگری میخوام این بار ازش بپرسم. همراه ما باشید. من جلد تو هستم، بر بام تو هستم، تو شمس منی، من خورشید پرستم.
مغرب همه اندوه غروبت، ای قبله مشرق ثناگوی تو هستم. ای نای گلویت همه جامعه داوود، حکمان چه تو گویی من لال تو هستم. گنجش که گلویم شر هست چو منصور، بردار تو هستم، غربال تو هستم، بردار تو هستم، غربال تو هستم. حیران تو گردند آن کس که بدیدت، آن دم چو برفتی 100 بار شهیدت. می سوزم و نالم چون آتش نمرود، بازای گلستان بر داغ عبیدت. ای طاق ثریا طاقت به نمانده است، ما را به ستان از این بلبل بازار. ای از سر لطفش خوش در تو دمیده، هر دم که تو خواندیم انگار نه انگار، انگار نه انگار. ای سرمه کشیده روز و شب ما را، ای سر ببریده نشناخت ما را. پایان بده جانا این آمد شد را، راحت کن و بسان این خوف و رجا را، این خوف و رجا را. ای نای گلویت همه جامعه داوود، حکمان چه تو گویی من لال تو هستم. گنجش که گلویم شر هست چو منصور، بردار تو هستم، غربال تو هستم، بردار تو هستم، غربال تو هستم. یادت اون روز بهت گفتم میدونستی 70-80% زیبایی دنیا به خاطر توه لعنتی؟ خندیدی. آخ شد 100%. الانم درسته که نیستی، ولی دلیل نمیشه که خندهات یادم بره. خوب یادم. شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا برای دو راه سفر گیرد.
که تا یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی. به بزم غم دیدگان تری، جان پر شرری ناله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی. به داد دل ای قرار دلم، نوبهار دلم میرسی پس کی. چنان ابر نوبهارم من، به دل شور گریه دارم من. می توانم یا نبارم من. نه تنها از من قرار دل می رو باید این شور شیدایی. جهانی را دیدم یک سر، دیدم یک سر غرق دریای ناشکیبایی. بیا در جان مشتاقان گل افشان کن، گل افشان کن. به روی خود شب ما را چراغان کن، چراغان کن. چون ابر نوبهارم من، به دل شور گریه دارم من. می توانم یا نبارم من. شبانگاه خب خانم دکتر نیلای زجاجی عزیزمون، در مورد بازیگری صحبت کردی، مربیگری و حالا اون درسایی که خوندی. الان قراره که تو این برنامه البته مهمان عزیزی هم همراهمون خواهند بود، آقای دکتر آرش تقوی عزیز که دکترای روانشناسی دارن و لایف کوچ هستن. ولی قبل از اینکه ایشون رو بیاریم روی خط و در مورد نقاب صحبت بکنیم، میخواستم نظر خودت رو بدونم که این پیشنهادت بود که امروز راجع به نقاب صحبت کنیم. چرا این پیشنهاد رو کردی و موضوعش چرا مهمه؟ حتما من فکر میکردم الی احتیاج داره به همچین چیزی، اما بر اساس یک صحبتی که با دوستم تو دبی داشتم، لایو داشتیم با هم دیگه و بعدم کامنت هایی که میمد فهمیدم فقط لس آنجلس نیستش که مردم 100 تا نقاب میپوشن. به نظر میاد که همه جا خیلی آدما به شدت خیلی بیشتر از قبل حتی دارن نقاب میپوشن. حالا اصلا منظور من چیه از نقاب؟ یعنی اون چیزی که واقعیتشونه، اون چیزی که با خوبی و بدی، اون دردی که کشیدن، اون چیز بدی که تو زندگیشون اتفاق افتاده، به اضافه یه چیزای خوب واقعیشون، همه با هم دیگه به صورت پکیج
وجود نداره. تمام مدت آدما دارن درد و ناراحتی رو یه جوری سرکوب میکنن و اصلا یه جوری برخورد میکنن انگار هیچ وقت اون اتفاق نیفتاده و فقط میخوان موفقیتاشون رو بگن، خوبیاشون رو بگن. من فکر میکردم با مهاجرت خیلی بیشتر میاد، چون با مهاجرت ما دوچار یه سری اتفاقات میشیم، مثل این که جایگاهمون رو به عنوان اون شخصی که تو مملکتمون بودیم از دست میدیم، اون ارج و قربی که داشتیم، اون مهر و محبتی که از خانواده و دوستام گرفتیم، اونا رو از دست میدیم و این کمبودش خیلی دردناکه. من فکر می‌کردم مهاجرت فقط اینجوریه، بعد دیدم نه، همه جا مثل این که این چند سال خیلی سخت گذشته. آره، توی ایرانم اتفاقا من بیشتر این موضوع رو حس میکنم، به خاطر اینکه افراد در خانواده باید یه نقاب داشته باشن، در مدرسه یه نقاب داشته باشن، در جامعه یه نقاب داشته باشن، خودشون گم میشن در کنار این نقاب ها و مجبورن. حالا بعضی از جوامع مثل آمریکا زیاد هم بعضیاش نیازی نیست، یعنی کسی اگه بیاد بگه ناهار نداشتم بخورم، نه جزء امتیازه نه جزء سرکوب کردنشه و چیزی ازش کم نمیکنه. ولی در ایران به خاطر آبروداری، به خاطر اینکه واقعا اگر بخوان آدما حقیقت رو بگن خیلی چیزا رو از دست میدن. اگر حقیقت رو بگن که من چی فکر میکنم، چون فکرشون رو نمیتونن آزادانه بیان کنند و ما میبینیم که برای همین اولین ارزش انسان که آزادیه وقتی که نباشه، اولین ارزش انسان وقتی که میخوای خودت باشی و نمیتونی، پس بنابراین میای نقاب میذاری. چرا؟ چون میخوای حفظ کنی خودت رو از درد سرها، از اذیت هایی که میخوای بشی، مجبوری نقاب بزنی. وقتی این برات عادت میشه، وقتی هم یه جایی میری که آزادی هست، مثل همون چیز هستش که جعبه انعکاس شرطیه که یه سگو گذاشتن توش، هرچی که بهش شوک میدادن بعد اذیت میشد، راهو باز کردن، شوک میدادن، راه باز بود ولی نمیرفت چون عادت کرده بود. ما آدمام اینطوری شدیم دیگه. یعنی نقاب یک موضوعی هستش که خیلی خیلی زمان بره و راجبش خیلی حرفه‌ای باید صحبت بشه و کندن هر کدوم از نقاب ها خیلی سخته. ببین مثلا ممکنه من نقاب مهربانی حتی بزنم که من آدم مهربانی هستم، که پذیرفته بشین، که آره، که منو بپذیرن. همش آفرین برای اون پذیرش است. بله. حالا من یه سوال دارم، یعنی فکر بکنی من توی جامعه‌ای زندگی میکنم که خیلی فشار زیاده و من اگر خود واقعیمو بیام صحبت بکنم برام دردسر میشه. اوکی باشه، اما در یه حدی که میتونم واقعی باشم. میگیم فشار جامعه است دیگه، فشار جامعه است. اون قسمت پذیرفته شدن یه لحظه ازش جدا بکنیم. فکر بکنیم تو جامعه هستیم که آزاد نیستیم. خیلی خوب، من تا یه حدی توی خونه خانواده که میتونم خودم باشم، بین دوستام که میتونم خودم باشم، تو جامعه نمیتونم برم توی مدرسه اون اعتقاداتم رو بگم، ولی خودم که میتونم باشم. نمیتونم باشم یه جاهای کوچیک‌تر و اونم باز با ترسه. میگی که نکنه بین دوستامم کسایی باشن که برن منو لو بدن. البته این توی مملکتایی هستش که خیلی تنگنا هست از نظر فرهنگی مثل ایران. بله. دیگه ما هممون درک کردیم، همه ما بچهای جنگ هستیم، بچهای انقلاب هستیم، بچهای قحطی هستیم، ارتباطمون که قطع نشده. ببین من فکر میکنم فرهنگ مثل یک خونه که در رگ‌های ما هستش. بله. من و شما الان بعد از برنامه اگه بگیم بریم یه قرمه سبزی بخوریم، یه جوری هر دومون حالمون خوب میشه. بله. یا بریم یه چایی بخوریم، هر چیزی که مربوط به فرهنگمونه ما رو به وجد میاره. درست. این دردهای مشترک و زیبایی‌های مشترک، اینا فرهنگی که در طی سالیان سال توی وجود نسل به نسل بوده. یعنی الان ثابت شده که فرهنگم واقعا منتقل میشه. خب پس وایسی، اصلا اگه ما درد مشترک داریم، اگه هممون جنگ رفتیم و بعد اتفاقات دیگه تو کشورمون افتاده و همه اینا، این که باید ما رو به هم نزدیکتر بکنه. ولی به خاطر این که ما نقاب برمی‌داریم و همه این دردا رو پنهان می‌کنیم، ما هم دوریم.
قلبامون دوره، دستامون دوره، نمیتونیم مثلا به هم برسیم. من واقعا احساس میکنم توی این جایی که من دارم زندگی میکنم کمبود عشقه، از بس که همه این درد مشترک قراره منو به شما برسونه. درسته و راه دیگه هم نیست. بله. راهی به جز درد مشترک برای نزدیک شدن به هم نیست. دل من از تو جدا نیست، هوا بی تو هوا نیست. چی بگم از کی بگم، وای دیگه غم یکی دوتا نیست. تو که نیستی از خودم بی خبرم، کی بیاد و کی بشه هم سفرم. از خودم بی‌خبرم، کی بیاد و کی بشه هم سفرم. عشق و مستی پیش تو پشت دیوار سیاس، همه غربت نداره اونجا که خونه ماست. میام اونجا که برا خونه خاطره هاست. تو فقط به من بگو پل نشکسته کجاست. تو که نیستی از خودم بی‌خبرم، کی بیاد و کی بشه هم سفرم. دل من از تو جدا نیست، هوا بی تو هوا نیست. چی بگم از کی بگم، وای دیگه غم یکی دوتا نیست. تو که نیستی از خودم بی‌خبرم، کی بیاد و کی بشه هم سفرم. تو که نیستی از خودم بی‌خبرم، کی بیاد و کی بشه هم سفرم. کی بیاد و کی بشه هم سفرم، هم سفرم، هم سفرم.
سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. احتمالاً دانه چیا رو در برخی شربت ها دیدید. استفاده در نوشیدنی ها تنها بخشی از کاربردهای متنوع این دانه های کوچیکه. چیا گیاهی 1 سال است و دانه چیا پرکاربردترین بخش اونه. این روزها چیا رو به عنوان غذایی با خاصیت درمانی میشناسن. برخی مدعیان دانه چیا برای لاغری مناسبه، اما حقیقت در مورد خواص دانه چیا به چه صورته؟ در این برنامه با ما همراه باشید تا خواص دانه چیا برای لاغری رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. چیا از خانواده نعناییان و بومی کشور مکزیکه. دانه چیا مانند غلات کامل مصرف میشه اما در واقع شبه غله است. یعنی این دانه های سرشار از کربوهیدرات در تیره گندمیان قرار نمیگیرن. با قرار گرفتن دانه چیا در مایعات حجم اون افزایش پیدا میکنه و ژلی غلیظ تولید میکنه. آیا دانه چیا به کاهش وزن کمک میکنه؟ دانه چیا با کاهش اشتها میتونه به کاهش وزن کمک کنه. دانه چیا با خاصیت سیر کنندگی و دارا بودن مقدار زیادی فیبر میتونه فرد رو برای مدت طولانی تری سیر نگه داره و به لاغری هم کمک کنه. 2 قاشق غذاخوری دانه چیا تقریباً محتوی 10 گرم فیبره. این مقدار تقریباً معادل 40% از نیاز روزانه شما به فیبره. رژیم‌های غذایی سرشار از فیبر به کاهش وزن کمک می‌کنند. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2015 انجام گرفت، مصرف روزانه 30 گرم فیبر میتونه به اندازه رژیم‌های غذایی پیچیده به کاهش وزن کمک کنه. دانه چیا کالری و چربی نسبتاً بالایی داره. 2 قاشق از این دانه 138 کالری انرژی و 9 گرم چربی داره. مصرف دانه چیا در حد اعتدال میتونه به احساس سیری و کاهش احتمال پرخوری کمک کنه، ولی مصرف زیاد اون در طول روز میتونه باعث افزایش کالری مصرفی و حتی موجب افزایش وزن هم بشه. خواص دانه چیا. معمولا دانه چیا به عنوان محصولی مفید برای سلامت قلب شناخته میشه، چون این دانه های کوچیک سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند. البته بیشتر این اسیدهای چرب رو آلفا لینولیک اسید تشکیل میدن. بر اساس یک بررسی انجام گرفته در سال 2012 غذاها و مکمل‌های سرشار از این اسیدهای چرب میتونن خطر بروز سندرم سوخت‌وسازی و بیماری سرخرنگ کرونری رو کاهش بدن. دانه چیا منبع خوبی از کلسیم هم هست. اگرچه نتایج مطالعات درباره تاثیر کلسیم بر کاهش وزن متناقضه، اما مشخصه که کلسیم به تقویت استخوان‌ها و دندان‌ها و تقویت سوخت و ساز کمک میکنه. میزان کلسترول در دانه چیا 0 و دانه چیا هیچ ویتامینی نداره. اما منبع خوبی از برخی مواد معدنی مثل کلسیم، فسفر، منگنز، روی و مسه. روش مصرف دانه چیا برای لاغری. این دانه تقریباً طعمی نداره و میشه اون رو به راحتی در انواع غذاها استفاده کرد. دانه چیا رو میشه به راحتی با هر نوشیدنی مثل آب و آب میوه ترکیب کرد. البته دانه چیا باید قبل از استفاده به خوبی خیسونده بشه تا حجمش افزایش پیدا کنه. یادتون باشه که این دانه رو به صورت خشک مصرف نکنید، مخصوصا اگر مشکل بلع دارید، چون دانه چیا میتونه چند برابر وزنش آب جذب کنه. در نتیجه ممکنه دانه های خشک با جذب آب در مری باعث انسداد بشن. دانه چیا رو میتونید در اسموتی ها، سالاد ها، سس های سالاد، ماست و سوپ استفاده کنید. هنگام مصرف دانه چیا به خاطر داشته باشید که هر چقدر مقدار بیشتری از اون رو استفاده کنید و
مدت بیشتری خیسونده بشه دارای ژل غلیظتری میشه. اما اگر از طرفداران بافت دانه چیا نیستید میتونید اون رو در سایر مواد اولیه ترکیب و مصرف کنید. دانه چیا یک شبه غله است که میتونه بخشی از برنامه کاهش وزن باشه. این دانه نمیتونه به سرعت موجب کاهش وزن بشه. البته مصرف زیاد اون هم میتونه موجب افزایش وزن بشه. دانه چیا ممکنه با برخی داروهای فشار خون یا ضد انعقاد خون مثل وارفارین تداخل داشته باشه. بنابراین در صورت مصرف هر یک از این داروها دانه چیا را مصرف نکنید. میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی. انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه، اینجوری که پلکای تو هی بازو بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی. انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه، اینجوری که پلکای تو هی بازو بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم.